میخوایم امروز بهتون یاد بدیم تو خونه رگ بگیریم. برای این کار اول باید با وسایلش آشنا بشیم. طبیعتاً اولین چیزی که نیاز داری آنژیوکته. من تو خونه 3 رنگ آبی و سبز و صورتی داشتم. رنگای دیگه شو نداشتم. یه رنگ هست از آبی کوچیک‌تر، زرد برای نوزادان و بچهای شیرخوار و اینا استفاده میشه. بعدش آبی معمولا تو خونه شما اگه بخواید بگیرین برای خودتون خانواده‌تون، چون درد کمتری داشته باشه آبی استفاده میکنین. صورتی هم خوبه، رنگ درشتی اگه داشته باشه صورتی هم رنگ مناسبیه. و بعدش سبز و معمولا توی مریضی که خون از دست داده باشه بخوایم مایع بدیم جبران کنیم از سبز استفاده میکنیم. بعدش خاکستری که دیگه برای خون دادن و اینا. بعدش هم آجوری دیگه خیلی کلو، مثلا تو بیمارستان هم سختی برای موارد خاص استفاده میشه، پیدا میشه. بعد اینجا دیگه گارو رو داریم. حالا شما تو خونه شاید گارو نداشته باشید، میتونین از دستکش لاتکس، یه کشی، یه چیزی، بالاخره هر چیزی که کشسان باشه و بتونید ببندید بالای اندامتون استفاده کنید. ما حالا دیگه به واسطه شغلمون گارو تو خونه داریم. و الکل برای ضد عفونی کردن میخوایم و چسب آنژیوکت، چسب برانول. دیگه سرم و ست سرم هم هست که اگه بخواید سرمی بس کنید دیگه. حالا ما یه سرم نرمال 500 داریم، با ست سرم داریم. اینا رو حالا بعدا خواستم سرم بس کنیم، اینا رو جداگونه براتون توضیح میدم. خب از دوستم میخوام که بیاد کمکم یه رگ ازش بگیریم دیگه، دردش هم تحمل میکنه که شما یاد بگیرید. خب این دستت بهتره، شما یکم اونورتر بکنید. آره، سعی کنید معمولا از پایین اندام شروع کنید برین به بالا، چون اگه پایین اندام اگه رگ رو خراب کنید میتونید از بالاترش رگ بگیرید باز. اما اگه بالا رو خراب کنید دیگه از پایین اون رگ دیگه نمیتونید دوباره رگ بگیرید. معمولا همیشه از پایین شروع کنید. بعد بستن گارا هم باید جوری باشه که خیلی محکم نباشه و خیلی هم شل نباشه. اگه خیلی محکم باشه راه شریان هم میبندید و خون دیگه اصلا وارد اندام نمیشه. اگه خیلی هم شل ببندید خون از طریق شریان میاد و از طریق ورید برگشت میخوره و یعنی عملا شما کار خاصی انجام ندادید. پس به اندازه یه چیز متناسبی بین شل و سفت میبندید. بعدش باید ضد عفونی کنیم. علمیش اینه که شما باید اون نقطه‌ای که میخواهید رگ بگیرید بذارید و به صورت دورانی از داخل به خارج، دیگه برگشت هم روش نداشته باشین. انجام بدین، یه بار انجام بدین و کفایت میکنه. ولی خب روتین این چیزا نیست دیگه. شما معمولا کاری که ما پرستارا انجام میدیم میکشیم، بعدش هم اصرار داریم که آنستیلش کنیم، میگردیم دنبال رگ با انگشت، بعد رگ میگیریم. این کار اشتباهه. شما اول رگتون رو اگه دیده نمیشه با انگشت پیدا کنید، بعد بکشید و بعدش رگتون رو بگیرید. برانولمون هم استریله، مخصوصا این قسمت داخلش که داخل رگ میشه حتما باید استریلش رو حفظ کنید، به جایی نباید بخوره. اگه خورد دیگه اون برانول نباید استفاده کنید، یا اگه یه بار استفاده که خراب شد دیگه از اون برانول نباید استفاده کنید. با یه زاویه مناسب از عقب‌تر میرید، وارد میشید، پله پله بریم. الان ببینید این قسمت نمیدونم تو فیلم دیده میشه یا نه، یه مقدار خون اومد داخل برانول. یعنی چی؟ یعنی الان ما برانولمون داخل رگه، الان رفته داخل رگ. خب باید یه مقدار سر آهنیش و سر سوزنیش که سوزن هست رو بکشید عقب که پلاستیک باشه. بعد پلاستیک رو هدایت میکنید جلو به همین راحتی. بعد باز میکنید گاراتون رو که خون بره و خون دوباره نیاد. فشار خون باعث میشه خون از طریق برانول بیاد بیرون و شما نتونید کار انجام بدید. برای همین برانولتون رو عذر میخوام، گارو رو باز میکنید که مسیر رگ به شکل معقول خودش بره. بعد باید فیکسش کنیم. یه چسب آنژیوکت باز میکنید، یه لایه‌شو، اینو معمولا به این شکل‌های مختلف طراحی میشه، اما این شکل لایه پایینیشو باز میکنید، اون بالاییو میذارید برای اینکه به دستتون نچسبه. از این پشت میذارید اینجا
قشنگ راحت این لایه رو برمیگردونید، این تیکر هم برمیدارید و الان فیکس شد. حالا باید سوزن رو در بیارید. این قسمت سفیده که میبینید این جدا میشه. خب یک کم میپیچونید سفیده جدا میشه، بهش میگن هپارین لاک. میبینید یک مقدار سرش هپارین داره که وقتی میبندید دیگه خون لخته نشه. اینو تو دست میگیرید، یه انگشتتون رو میذارید انتهایی جایی که برانول داخل رگه، این قسمت رو بلاک میکنید، خون دیگه نمیاد داخل. بعد سوزن رو میکشید بیرون، میذارید یه جایی، حواستون به نیدل استیک خیلی باشه، باید یه جایی بذارید تو دست کسی نره، اینو دیگه خودتون میدونید. تا هر زمانی من الان بالا در رگ نگه دارم مشکلی نداره، خون بر نمیگرده. اما اگه ولش کنم آروم آروم خون میاد تو سمت رگ. بذارید نشونتون بدم، میبینید خون داره میاد. اصلا یه هواگیری هم بد نیست، یه مقدار هواگیری هم کنید که حالا هوای زیادی نیست که نگران کننده باشه، اما چیز هوایی تو رگ نباشه. و بعد هپارین لاک رو میبنده روش. خب ما الان رگمون گرفتیم دیگه، میریم برای وصل سرم. خب حالا میخوایم سرم وصل کنیم برای هیمارمون. سرم رو باز میکنیم. بعضی مواقع ممکنه به شما میکروست بدن، خیلی پیچیدگی نداره. میکروست فقط یه مخزنی داره که اگه چند تا دارو داشته باشین، اون مخزن مثلا با 50 60 70 100 سی سی سرم رقیق میکنین. مثلا آپوتل رو میدی، بعد آپوتل تموم شد دوباره مثلا 80 سی سی اضافه میکنی، بعد مثلا به کمپلکس رو میدی، یا حالا هر برای اینکه چند تا دارو رو با یه سرم بدی میکروست میدن. البته تو بیمارستان برای این مدل قطره‌هاش هم داستان خاص خودشو داره، قطره‌ها کوچیک‌ترن، هر یک قطره میکروست 15 تا قطره ست سرمه، اما اونا فعلا موضوعیت نداره. خب ما یه سرم داریم کامل میخوایم بدیم دیگه، یا یه دارو داریم میخوایم بریزیم تو همین یه سرم میخوایم بدیم به بیمارمون. باز میکنیم دو طرفش درپوش داره، حواستون به درپوشا باشه، خیلی مهمه. سرممون رو آماده کردیم، آوردیم با همون پنبه الکلی که داشتیم، یا پنبه الکل دیگه خیلی مهم نیست. میکشیم این قسمتی که میخوایم سر سرم رو وارد کنیم. این دیگه حرکت چی میگن دل بخواهی در کل انجام بدیم برای که عفونی بشه، ولی خب بعد پرستارا عمدتاً انجام نمیدن. نبینم کار عجیب غریب بدی نکردید. در پوشش رو جدا میکنید، یه علامتی بالاش داره، از رو همین علامت فشار میدیم داخل. خب به همین شکل که هست، هنوز برعکسش نکردیم. میایم میبندیم مسیر رو، میبندیم که مسیرش بسته باشه. بعد برعکسش میکنیم، یه فشار میدیم، یه مقدار سرم میاد توی این بیلبیلکش، اسمش نمیدونم چیه تو این. بعد شما میتونید اون نگه داری یکم بالا. بعد باید الان هواگیری کنیم، اینو اصلا فراموش نکنید، باید هواگیری کنیم. باز میکنیم سر ست سرمو و اینو با این غلطکشو باز میکنیم و چرخشو میاد توی سرم. به محض اینکه رسید به انتها، تمام هوا خارج شد، میبندینش. الان سرم ما هواگیری شده، دوباره در پوشو میذاریم. این قسمت استریلا، نباید جایی بخوره. بعد خب شما همچنان نگهش دار، به بیمارتون میگی سرمشو نگه دار. حالا ما تو خونه دیگه پای سرم نداشتیم دیگه، مجبور شدیم فعلا فقط برای آموزشه جدا میکنیم. بعد به همون روشی بهتون گفتم، سر اینو باید حواستون باشه آنستیل نشه. انگشتتون رو میذارین قسمت انتهایی برانول، هپارین لاک رو باز میکنید، میذارین کنار. بعد اینا پیچی هن، سر ست سرم رو میذاری همونجا و یه دور کامل به پیچی دیگه سفت میشه. میپیچین تا سفت بشه. الان آماده است، دست رو راحت بذار کنارت. بعد الان دیگه این غلطکشو باز میکنیم. اگه یه وقتی ممکنه یکم خون لخته شده باشه، جلو راه رو گرفته باشه، این قسمت انتهای ست سرم هست، دو تا فشار بدین راه میفته سرم ما. باید ارتفاع بالا باشه. الان تو دوربین هم دیده میشه، یعنی الان داره میره. وقتی ست سرم داشته باشه ارتفاع بالا، هرچی ارتفاع بالاتر باشه بهتر میره سرم ما. پایین بیاریش تقریبا هم ساعت بشه دیگه خیلی آروم میره. الان تو دوربین خیلی آروم داره میره، اما ارتفاع که بیشتر بشه به نسبت بهتر میره. بعضی رگا هم پوزیشنی هستن، مثلا قسمت مچ دست. الان میبینید الان این رگ ما پوزیشنیه، با این پوزیشن داره عالی میره، اما یه ذره که خم میشه دیگه راهش بسته میشه. اینا رو دیگه تو مسیر یواش یواش یاد میگیره.
خب اینم از وصل سرممون. بعد سرمتون رو دیگه میذارین رو پای سرم و بیمارتون هم ترجیحاً خوابیده باشه، ترجیحاً که نه، یعنی باید یا نشسته باشه یا خوابیده، ولی ترجیحاً خوابیده باشه و میذارین سرمشو بگیره. این بود آموزش ما.